سلام. در این ویدیو عملکرد ناوهای هواپیمابر هسته‌ای رو مورد بررسی کامل و دقیق قرار میدیم و ضمناً قطعات و اجزای داخلی این ناوها رو بررسی میکنیم. این یک ناو هواپیمابر هسته‌ای است که میتوان آن را به چند قسمت تقسیم کرد. عرشه که به دو بخش تقسیم می شود. این هم نوار فرود به صورت مورب و سکوی برخاست بخار روی پل. سیستم رادار به همراه یک رئیس برج. سیستم رادار به همراه یک رئیس برج هوایی برای هدایت ترافیک هواپیما که درست در زیر رادار پل ناوبری کاپیتان هست و همچنین اتاق رادیویی در داخل این ناو هواپیمابر و ضمناً منطقه‌ای روی عرشه برای عملیات‌های مبارزه و کنترل است و ضمناً روی عرشه 4 اسلحه و سیستم دفاع ضد هوایی موشک اسپارو نظارت می‌کنند. عرشه اصلی دارای بزرگترین جایگاه هواپیما و سیستم‌های تسلیحاتی است. عرشه سوم مختص جایگاه‌های مهندسی و برق است و ضمناً در عرشه چهارم 2 راکتور هسته‌ای متصل به 4 ژنراتور را ملاحظه می‌کنید. راکتورهای هسته‌ای جلو پروانه‌های نزدیکتر را ساپورت می‌کنند، در حالی که راکتورهای متصل به ژنراتورها پروانه‌های عقب را ساپورت می‌کنند. در ادامه به عملکرد قطعات داخلی ناو هواپیمابر هسته‌ای اشاره خواهیم کرد. ضمناً اهمیت گروه حمله ناو را فراموش نکنیم که چگونه آنها با هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای سنگین وزن خود به طور کامل عمل می‌کنند. پس با ما همراه باشید چون ویدیوی جالبی در پیش داریم. در 2 جایگاه خاص قابلیت نگهداری 2 هواپیما با تسلیحات کامل موجود می باشد. علاوه بر این 2 آسانسور اصلی چندین آسانسور اسلحه کوچک در اطراف این سکوی پرواز قرار دارند. از این زاویه بالا می توانیم 4 منجنیق برای پرتاب هواپیما از این فرودگاه متحرک را به دقت ببینیم. این منجنیق ها روی هم می توانند هر 20 ثانیه یک هواپیما را به طور متوسط پرتاب کنند. دقت کنید حبابی به نام ایستگاه کنترل منجنیق یک پارچه وجود دارد. این یک گنبد کوچک است که بین منجنیق های 1 و 2 روی کمان قرار دارد و سمت چپ منجنیق 4 بر روی کمر و سمت چپ منجنیق 4 که به تسهیل پرتاب جت های جنگنده برای ناوهای هواپیمابر کمک می کند. این لوله ها و سیستم های تاسیساتی سیستم انبساط انرژی بالا را از طریق این لوله های 20 تنی تسهیل می کنند و منجنیق های بخار را ساپورت می کنند. هواپیما در موقعیت خود قرار می گیرد و چرخ دماغه آن به محض پرتاب به شاتل متصل می شود. بخار پرفشار به داخل سیلندرها هدایت می شود و شاتل را با سرعت زیاد به سمت پایین مسیر می راند و هواپیما را به آسمان پرتاب می کند و ضمناً از شکاف آب برای کاهش سرعت شاتل استفاده می شود و در پایان به آن اجازه می دهد تا برای مأموریت بعدی خود جمع شود. وزن اگزوز این جنگنده بسیار قدرتمند است، بنابراین درست قبل از بلند شدن منحرف کننده های انفجار جت با استفاده از سیلندرهای هیدرولیک با زاویه 45 درجه به سمت بالا می روند. گرمای خروجی از اگزوز هواپیما به وسیله این سطح 45 درجه به بالا منتقل می شود تا به ناو آسیب وارد نکند. جالب است کلاس این ملکه الیزابت سیستم پرتاب منجنیق ندارد. این نیز مشابه ناوهای روسی و هندی است. آنها به جای این قابلیت ناوهای هواپیمابر آمریکایی برای پرتاب جت‌های جنگنده خود به فرایند پرش اسکی متکی هستند. خب بهتره بریم پایین‌تر. اینجاست که این ناو هواپیمابر آمریکایی خودنمایی می‌کند.
و نه یک بلکه 4 کابل فولادی دستگیره دارد که به آویزهای متقاطع معروف است و در فرودگاه کوچک متحرک پوشانده شده است. قلاب دم هواپیما به یکی از این کابل ها متصل می شود و هواپیما را متوقف می کند. درست مانند یک فرودگاه، آنها دارای یک جزیره کنترل پرواز هستند که به آن ایرباس نیز میگویند. اینجا جایگاه کاپیتان و خدمه‌اش است که حرکت فرودگاه 12 میلیاردی را هدایت می کند. اتاق رادار تمام داده ها را از طریق سیستم رادار سه‌بعدی جستجوی هوایی اسکن شده الکترونیکی با برد 285 مایل تغذیه می شود، یعنی حدود 460 کیلومتر. این برج در اینجا یک رادار جستجوی هوایی دوربرد دو بعدی با برد تقریباً 294 مایل است و درست در زیر اتاق رادار مرکز هدایت جنگی روی یک ناو هواپیمابر است. اینها هم فضاهای تخصصی هستند که اطلاعاتی را برای فرماندهی و کنترل ارائه می دهند. برای سیستم های نزدیک و پشتیبانی یا موشک های نارو، این مرکز عصبی کشتی است که اطلاعات اینترنتی پردازش شده را برای فرماندهی و کنترل فضای نبرد نزدیک ارائه می دهد. در زیر اتاق نبرد آویزی است که می تواند 80 هواپیما را در خود جای دهد. برخی ها میگویند این مجموعه تعداد جنگنده بسیار بیشتر از مجموعه تعداد جنگنده های یک کشور است. اینجا منطقه تعیین شده برای پرسنل نظامی است که در آنجا غذا میخورند و گاهی اوقات زندگی میکنند. این کلاس نیمیت دارای 2 عرشه خدمه است که یکی جلوتر است و دیگری در اینجا واقع شده است. خب اما این شهر شناور نیاز به خواب دارد و خدمه کابین در سراسر این کشتی شناور پراکنده شدند. در اینجا قسمت‌های جلو و عقب کشتی را می‌توان یافت. همانطور که در این تصویر در مجاورت محله‌های دریایی نشان داده شده است، آویز مهندسی برای تعمیر موتورهای جت و نگهداری آنها است و اتاق رختشویی دقیقاً زیر آن به همراه یک اتاق تجهیزات در نزدیکی آن قرار دارد. همه ما می‌دانیم که صدها F-16 و هورنت می‌توانند مقادیر زیادی مهمات و سلاح‌های هدایت شونده را برای قرار دادن مجلات جهانی که به طور استراتژیک در پایین قرار دارند مصرف کنند. کشتی برای به حداقل رساندن خطر انفجار و این محفظه ذخیره‌سازی می‌تواند در سراسر کشتی گسترش یابد. همانطور که می‌توانید تصور کنید، این جانور بدون محافظت نمی‌ماند. می‌تواند 2 مسلسل کالیبر 50 را در جلو حمل کند و کمی جلوتر در هر دو طرف علاوه بر این یک موشک ضد هوایی 30 اسپارو در پشت اضافه شده است. در هر دو طرف موشک‌های 30 اسپارو را خواهید یافت و یک سیستم پشتیبانی نزدیک مانند فینک و همچنین رادار جستجوی کیو بند و درست در زیر آن رادار ردیاب و نصب تفنگ و زیر آن تفنگ 20 میلیمتری گاتلین قرار دارد که میتواند 4500 گلوله در دقیقه پرتاب کند. همه این گلوله ها از درام مهمات تغذیه می شوند. زمانی که یک قایق تندرو و موشکی سعی می کند به یک برد برسد، سعی می کند به نزدیکی این ناو برسد، سیستم پشتیبانی می تواند در عرض چند ثانیه این قایق متخاصم را از بین ببرد. و اگر پهپاد پرنده سریع به ناو نزدیک شود، اسپارو دریایی میتواند آن را با نهایت دقت نابود کند که برد آن در حدود 50 کیلومتر است. یک ناو هواپیمابر دارای محافظانی است که یک گروه حمله ناو معمولی ممکن است متشکل از 5 تا 7 فروند از این ناوها در مرکز باشد. ناوشکن‌های کلاس برج آرایه‌ای هستند که عمدتاً برای جنگ‌های ضد هوایی استفاده می‌شوند که کشتی جنگی را در جلو هدایت می‌کنند. این یک رزمناو کلاس دوروا است. این کشتی‌ها چند مأموریت را پوشش می‌دهند. کلاس ناوچه معمولاً به عنوان یک اسکورت سبک با تمرکز بر نقش‌های ضد سطحی و ضد هوایی با درجه کمتری نسبت به کشتی‌های بزرگتر بسته به مأموریت زیردریایی‌های هسته‌ای کلاس ویرجینیا که در ویدیوی
بعدی به آن اشاره خواهیم کرد را نیز میتوان به آن اضافه کرد. گروه حمله ناو هواپیمابر برای جستجو و نابود کردن کشتی‌ها و زیردریایی‌های سطح میزبان یک بال معمولی حامل میتواند شامل گرامان ایتو هاوکای باشد. هر گونه فعالیت دشمن تا فاصله تقریباً 100 کیلومتر. آنها حتی یک هواپیمای باربری کوچک دارند که از آن برای حمل تجهیزات و پرسنل استفاده می‌کنند، در حالی که 6 هلیکوپتر برای مأموریت‌های نجات و ضد زیردریایی طراحی شدند. این هلیکوپترها می توانند از یک هواپیما پرتاب شوند. قسمت خاصی از یک ناو هواپیمابر یک خط سونار برای اسکن زیردریایی‌های دشمن در زیر آب اقیانوس مستقر می شود. پس از شناسایی، هلیکوپتر می تواند یک اژدر را به سمت هدف پرتاب کند و با موفقیت این تهدید را خنثی می کند. این شهر متحرک با وزن حدود 100,000 تن باید جابجا شود. خورشید درون راکتور علاوه بر این ژنراتورهای بخار و توربین‌های قدرتمند را پیدا خواهد کرد که در عملکرد آن ضروری می باشند. بیایید آن را با یک انسان مقایسه کنیم تا به شما در درک اندازه آن کمک کند. مهم است که توجه داشته باشید که این مقایسه به عواملی مانند اندازه طراحی راکتور بستگی دارد. نحوه کار آن به این شکل است که در مرحله اول کوره‌های رادیواکتیو مقادیر زیادی گرما ایجاد می‌کنند که این گرما آب را جوش می‌آورد. مرحله دوم این بخار فشار قوی ایجاد می کند که به چرخش این توربین های غول‌پیکر کمک می کند تا به طور غیر مستقیم به حامل های 8 ژنراتور الکتریکی انرژی بدهند. بله، درست شنیدید، 8 ژنراتور عمومی، ژنراتورهای الکتریکی که به راحتی می توانند شهری با 100,000 نفر را در مرحله سوم با استفاده از جعبه دنده های کاهنده عظیم تامین کنند. توربین ها به چرخاندن این 4 میل پروانه ماموت که کشتی را به حرکت در می آورند و به آن سرعتی در حدود 35 گره می دهند، یعنی به سرعت 64 کیلومتر در ساعت می رسانند، متصل می شوند. در اینجا توجه داشته باشید که سرعت واقعی هنوز به شدت طبقه بندی می شود، زیرا فیزیک هسته‌ای موضوع پیچیده‌ای است که ما آن را برای شما از طریق این انیمیشن ها ساده می کنیم. به اندازه راکتور یک تعدیل کننده که می تواند میله های کنترل آب باشد که وظیفه اصلی آنها جذب هر گونه نوترون اضافی یا یدکی در تعدیل کننده است. بیایید ببینیم چگونه کار میکند. اکسید اورانیوم فشرده می شود. قطعات اورانیوم در میله های سوخت مهر شده بسته بندی می شوند و ماهیگیری اورانیوم با بمباران نوترون شروع می شود. در هر ماهیگیری 2 یا 3 نوترون آزاد می شود که به نوبه خود باعث ایجاد فیش جدید علم می شود که یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد می کند. اما در یک راکتور هسته‌ای مهم است که این واکنش‌های زنجیره‌ای پس از هر ماهیگیری کنترل شود. فقط یک نوترون آزاد شده باید کنترل شود. کار جدید این است که چگونه با پایین آوردن میله‌های کنترل آنها کنترل شوند. آنها منبع اضافی نوترون را جذب می‌کنند و در همان زمان همه میله‌های کنترل را پایین می‌آورند و منجر به توقف واکنش زنجیره‌ای می‌شوند. اکنون که ما به درک اساسی راکتور هسته‌ای تسلط داریم، مرحله دوم فرایند را گام به گام ببینیم. راکتور هسته‌ای آب را تا 320 درجه سانتیگراد گرم می‌کند. مرحله دوم، تنظیم کننده فشار مسئول جلوگیری از تبدیل آب به بخار است. در مرحله چهارم، آب به بخار پرفشار تبدیل می‌شود. بخار کمک می‌کند تا این توربین‌های عظیم را با سرعت بسیار بالا بچرخاند. مرحله پنجم، توربین‌های چرخان به این چرخدنده‌ها وصل می‌شوند. مرحله ششم، چرخدنده و کلاچ، سپس موتور الکتریکی. مرحله 7 را روشن می‌کند. این به نوبه خود پروانه‌ها را نیرو می‌دهد. این ناو هواپیمابر عظیم و جسته که با سرعتی در حدود 35 گره حرکت می‌کند، یعنی حدود 64 کیلومتر در ساعت. مرحله هشتم، بخار از توربین ها سپس از یک کندانسور موتور عبور می کند که آن را
به آب تبدیل می کند و سپس به ژنراتور بخار پمپ می شود و فرایند بارها به آن سوخت تقریبا نامحدودی برای این ناو هواپیما بر می دهد.